در سال 1400 مادرم به علت مریضی سرطان و در سال 1400 یک پدرم به علت از اینکه سین الگی قلبش بند بود دست داد. در اصل رشته که مورد علاقه از میخوایم ژورنالیسم شوم، اما باز تا جایی که من فکر میکنم فعلا افغانستان به یک رهبر نیاز داره. در حقیقت یک رهبر دلسوز مثل خودتون. اینی بلال جان است. این خوب چهره‌اش ببینین، یک بچه بسیار زیاد قهرمان است. اما تو نیست بلال؟ خب بلال چند ساله است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول میخوایم به تمام کسانی که مرا از پشت پرده تلویزیون آریانا تماشا میکنند سلام خدا عرض بگردانم و امیدوارم که تمامتان صحت خوب داشته باشین و لباس عافیت بدن داشته باشین. اسمم بلال احمد است و سنم 13 سال سن دارم. به شکل است. این حالا ما به یک لحظه دلم شد که میمای که بیخی بتم برای بلال. های نظمام که خوب گپ میزنه. تشکر لطفتان است. نام خدا. بلال چند خواهر و چند برادر هستید در فامیل؟ برادر و خواهر ندارم. خب تنها خودت هستی؟ بله. باز یک دانه که میگم نازدانه میباشه. بله دیگه. مگه میبینم نه تو نازدانه نیستی، یک دانه هستی ولی قهرمان هستی. پدر مادر اینا حیات هستن، زنده هستن؟ متاسفانه در سال 1400 مادرم به علت مریضی سرطان و در سال 1400 یک پدرم به علت از اینکه سین الگی قلبش بند بود دست داد. خداوند مغفرت کنم. مادر و پدر گل سر سبد است. هر قدر که خوب آبیاری بکنیم، هر قدر که در کنارشان باشیم، خب کم است. اما کسی که داره باید قدرش بفهمه. حیات است، ولی کسی که مادر و پدرش حیات نیست بدون شک همین لحظه کمیش احساس کرده. همین لحظه چی که در تمام عمر کمیش احساس میشه. بلال حال پدر و مادرم حیات نیست، خواهر و برادرم نیست، یک بلال مانده؟ بله بلال از همین خدای یگانه است و همچنان نگفته نمونه که از کاکا جانم میخوایم تشکری کنم که من در قدر وقتی که تنها هستم همراه کاکایم زندگی میکنم که کاکا جانم چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ اجتماعی، از تمام لحاظا، از لحاظ درسم، از تمام لحاظا مرا حمایت کرده و اصلا کار کرده که مثلا یک لحظه که بودی پدر مادر من احساس نمیکنم. واقعا کاکایی داشتیم که هم برای مثل پدر بوده و هم برای مثل مادر. واقعا از تشکری میکنم. شکت از بلال ما یگان چیزا در فکر بود پرسان کنم از بس من یک رقم احساساتی شدم، جگرخون شدم، من میگپای میادم رفت. بلال چند سال است که مثلا با کاکایت هستی زندگی میکنی، خرج، خوراک، مصرف، مکتبم که میرسن چند است؟ بله صنف هشتم اول نمره قرآن کریم هم ختم کردیم و انگلیسی هم درست صحبت کردم. نام خدای ویژگی ها را ببینم. هر بغل بلال که یک کمک گپ بزنی سر شهر بغلش یک ویژگی داره. نام خدا آفرین ماشاءالله قهرمان هستی. تمام مصرف کاکا جانت میتره؟ بله تمام میشه. خب این بایسکل فروشی و بایسکل سازی هم از کاکا جان است؟ بله این بایسکل فروشی هم از کاکا میفروشه. خدا خیر بده کاکا جان. بله کاکا جان تمیجه است؟ بله اینجا حالا ازش چی رقم تشکری کنیم؟ من میفهمم اون وضعیت را که من دارم کاکایت هم داره. من خو امیال گپایم رفت امیل از پخش مستقیم میبینم اگی ما واقعا بخی پشت عاجز شدم. به عنوان یک گزارشگر نتانستم که اصول مراد بکنم، صحیح گپ بزنم، از تو چیز صحیح پرسان بکنم. اما انسان از لحاظ عاطفی وقتی صدمه ببینه دیگه باز به هر حال در حد چند ثانیه کدام پیام است. ما برای نمایندگی از این مردم باز خود تشکری میکنم. بسیار تشکر میکنم. جان پنجزار در جزه است. بسیار زیادی. بچک پدر آمد دیزاد، مادر آمد دیزاد.
فرد خرنگ میبینیم. خداوند تعالی دیگه یه تا آخر هم موفق داشته باشه، آرام داشته باشه، بسیار بچه خوب از نماز خوان، قرآن خوان، در مکتب هم سنف 8 از اون بخیر آخر میشه، بسیار بخیر نو میشه. خداوند تعالی تا آخر دیگه کامیاب داشته باشه. ما ازش خوش هستیم. بسیار بچه خوب، بسیار بچه لایق، بسیار بسیار تشکر. خداوند تعالی ما رو توفیق بده که از این کمک کنیم که تا آخره تا صاحب زن و خانه و زندگی شود. ما همین کوشش داریم کنیم. خداوند تعالی که ما کمک کنیم که دیگه بسیار بر درستی، بسیار بر خوبی کلام کنیم. خداوند تعالی کمک خدا باشه. ما چیز کار نمیتونیم. حافظ جان خان بسیار رنگ است، بسیار سنت ممنون. یک گپ خیر باشه. خیر باشه. بسیار زیاد تشکر. قربان احساستان. خداوند شما را خیر نصیب بکنه. بسیار زیاد تشکر. معلوم میشه یک انسان بسیار عاطفی هستین، با عزت باشین. خدا شما را کم نسازه. تشکری میکنم بازم. بلال جان از خودتم بسیار زیاد تشکر. حاصل هدف چی از زندگی بخیر که مکتب خلاص بکنی؟ اول نمره ما هستی دمی 8 سالت من اول نمره بودی. بله. بخیر مکتب خلاص کردی، کدام رشته را میخوای بخوانی؟ خب در اصل رشته که مورد علاقه من میخوایم ژورنالیسم شو، اما باز تا جایی که من فکر میکنم فعلا افغانستان به یک رهبر نیاز داره. در حقیقت به یک رهبر. و یک رهبر دلسوز مثل خودت داره. لطفاً است. اینمی خودت اینمی احساس داری، عاطفه داری، قهرمان هستی. انشالله که یک روز رهبر ما شوی و اولین کار را که میکنی در وطنت چی از برای مردم که رهبر شوی؟ اولین کاری که در بیشتر کشورها رایج است باید کارخانه ها ساخته شود تا کمی بعض اشخاصی که فعلا در حال کراچی دوانی هستند برای واقعا سخته کارخانه ها ایمار شود، هم اقتصاد افغانستان بلند میره و همچنان مردم میتونن در یک جای آرام و یک محیط آرام بدون رنج و درد کار کنند. بسیار تشکر. آفرین. عالی است.